او وقت منافقا را هم بسیار بودن. منافق کسی که به ظاهر خچه مسلمان میگیره و به باطن به دلش به خدا باور نداره. همین نمود انسان منافق. همین دریات ما گفت اسلام. همین دریات ما خوند اسلام. اوه ماشاءالله ننویسه ایماده. ناجوان مردها هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشد. ما که تاجیکستانیان 90% من زائدتر مسلمانیم، همه ما را تحقیر کردی. تو خودت چه حساب میکنی؟ تو خیال میکنی که به این گپت آبروی محمد میریزانی؟ تو میخوایی به این گپت آبروی اسلام ریزانی؟ تو میخوایی به این گپت آبروی قرآن ریزانی؟ تو میخوایی به این گپت آبروی علماء را ریزانی؟ نمیتانی. تو همون کورس پرک هستی که در مقابل آفتاب نمیتانی چشکشایی. تو همون پشه ضعیف و قناتهای تنک داری که میخوایی نوری آفتاب خاموش کنی. نویسندگان محترم یگان مقاله ننوشتید، شاعرای محترم یگان مقابله ننوشتید، علماهای محترم یگان موعظه نکردید. پگه خدا چی بگیم ما را؟ این حکم آخرتی تو در آخرت همراه با لیل میخیزی، همراه با مرکز میخیزی. نماز اصول کردیان، تحقیر کردگی هستن آداب نمازخانه و باز همین مسلمان ها در تلفن هاشان نوشته گوش میکنن، تماشا میکنن. هم تا هست نمازو لیکن او چگونه وصل کرده من نمیدانم. تحقیر باید تا کدام حد است من نمیدانم اکنون. اگر تحقیر نماز باشد این تحقیر کننده کافر است و از زمره مسلمان ها خارج شدگی است و هر کسی در وقت تحقیر نماز با شوخی او بدبخت میخندد در همون زال والله ویم کافر است. و هر کسی در نوار تلفنش این عکس میگیرد یا این صدا رو میگیرد گوش ویم کافر است. زیرا که رضای در کفر است. کسی در یک عملی کافرا راضی بشه و میخندد والله ویم کافر است. مسلمان ها اولش که در همون صحنه تئاتر باشید، آتین همون اروپایی ها شما ناموس ندارید. ببینی از پایان با بطولکه در دهنی همه ارتیس هاشا میزنن. شما همین که ناموس نداره هم مسخره بازی یا بطولکه پپسی کالی دسترش زنید. آخه همین 3 سود که قبضان میکنن با میبرو اما نابود در تاریخ میموند. که ناموسی شما، که ناموسی دیانتی شما دین تان تحقیر کنن، پیشواهای دین تان تحقیر کنن، احکام های دین تان تحقیر کنن. هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی. شما لااقل یک ارتیسی سگ یک توفلی زنید و پادشاه نیست و پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه یک سگ مسخره بازی میکند هوایت زنید.